وکیل از حوزه انتخاباتی رشت رقم 12 شکرجان ظهور میشه. من ظهور شکرجان وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با درک مسئولیت به خلق تاجیکستان سوگند یاد میکنم که منفعت‌های ملت و دولت را از همه بالا گذاشته فعالیت خود را در اساس کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری تاجیکستان عملی نموده تمام نیرو، دانش و تجربه‌ام را برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، تحکیم وحدت ملی، تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند روانه ساخته در تهیه و قبول قانون‌ها صادقانه و پاکوجدانانه اشتراک می‌نمایم.